اتحاد اروپا از حادثه‌های بدخشان و وضع خبرنگاران تاجیک اظهار نگرانی جدی کرد. ریتینگ شناسنامه تاجیکستان بالا رفت. تا آخر امسال در روستاهای نزد مرزی ولایت بادکند قرقیزستان 150 خانه بنیاد می شود. در مرکز سودایی میگخیم ولایت مسکو سوختار شدید به عمل آمد. نمایندگی اتحاد اروپا در جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که 7 دکبر سال 2022 اتحاد اروپا و تاجیکستان دور 13مین مکالمه سالانه حقوق بشر را در دوشنبه برگزار کردند. ضمن مکالمه تبادل آشکارا و سازنده افکار دایر به دایره وسیع مسائل‌های مربوط به حقوق انسان در تاجیکستان از جمله حقوق زنان، خشونت گندری و راه ندادن به تبعیض صورت گرفت. در مکالمه از رویدادهای امسال و سال گذشته در ولایت مختار کوهستان بدخشان و وضع خبرنگاران و حامیان حقوق در تاجیکستان از جانب هیئت نمایندگی اتحاد اروپا به شدت نگرانی شده است. در جلسه دیپلمات‌های اروپایی خواستار تحقیق مستقلانه حادثه‌های بدخشان شده اند. در جلسه درباره وضع حقوق بشر از حکومت تاجیکستان طلب شده است که معیارهای بین المللی مرافع عادلانه را رعایت نماید. اتحاد اروپا در ملاقات عاید به حقوق بشر از فضای کاری روزنامه‌نگاران، حامیان حقوق بشر و اینچنین دایره وسیع جامعه شهروندی اظهار نگرانی کردند. دیپلمات‌های اتحاد اروپا در صحبت با مقامات تاجیک مسئله شکنجه و دیگر شکل‌های معامله غیر انسانی همچنین اصلاحات در زندان‌ها را مطرح کرده به ضرورت تأسیس یک نهاد مستقل نظارت و سنجش دادگاه‌ها تاکید کرده اند. در ملاقات از جانب تاجیکستان نماینده دستگاه رئیس جمهور و معاونان وزیران شرکت کرده اند. در شاخص شناسنامه‌های جهان در سال 2022 موقع تاجیکستان نسبت به سال گذشته یک چند زینه بهتر شد. بنابر ریتینگ نشر کرده پایگاه پاسپورت ایندکس مقام شناسنامه تاجیکستان در مقام 72 جای دارد. در سال گذشته 2021 شناسنامه تاجیکستان در زینه 92 شاخص قرار گرفته بود. موقع کشور در رده‌بندی طبق شمار کشورهایی که شهروندان کشور با آنها به ویزا یا با ویزای زمان رسیدن سفر کرده می توانند معین کرده می شود. شهروندان تاجیکستان به 26 کشور به ویزا، به 43 دولت با ویزای زمان رسیدن و 129 کشور با گرفتن ویزا سفر کرده می توانند. ازبکستان در زینه 69 قرار دارد. شهروندان این کشور به 28 کشور دنیا به ویزا رفته می توانند. شناسنامه قرقیزستان هم در همین موقع قرار داشته شهروندانش به 27 کشور دنیا می توانند به ویزا سفر کنند. شناسنامه قزاقستان در جای 56 است و شهروندانش به 38 کشور بدون ویزا می توانند سفر کنند. ترکمنستان در مقام 79 قرار گرفته شهروندانش به ویزا به همگی 16 کشور رفته می توانند. ریتینگ شناسنامه روسیه خیلی پایین رفته در زینه 38 جای دارد. شهروندانش بدون ویزا می توانند از 78 کشور بازدید کنند. این در حالی است که از این پیش روسیگی ها بدون ویزا می توانستند از 118 کشور دیدن کنند. زینه اول را در ریتینگ امارات متحده عرب اشغال کرده است که شهروندانش بی روادید به 121 کشور دنیا سفر کرده می توانند. در زینه آخری ریتینگ افغانستان جایگیر شده است. شهروندان این کشور به ویزا همگی به 5 کشور سفر کرده می توانند و خلاص. تا آخر امسال در روستاهای نزد مرزی ولایت بادکند قرقیزستان 150 خانه بنیاد کرده می شود. مسئله بنیاد خانه ها در بادکند را وکیل پارلمان قرقیزستان ژنر اکایف در جلسه 8 دکبر مطرح کرد. به گفته اکایف شرکت های بناکاری قسم زیادی مبلغی را که برای ساختمان خانه های آسیب دیده در نتیجه های مناقشه مرزی با تاجیکستان جدا شده است دریافت نکرده اند. این وکیل قرقیز گفته است پیشتر وعده شده بود که خانه های بادکند در ماه دکبر پر بنیاد می شوند، اما بامی اکثری خانه ها تا حال ساخته نشده است. بناکاران حتی 50% مبلغ را دریافت نکرده اند. رئیس دیوان وزیران قرقیزستان عاقلبک جپاروف در جلسه پارلمان در پاسخ گفته که برای بنیاد خانه ها در بادکند 1 میلیارد سوم جدا شده است و در صورت ضروری باز هم جدا کرده می شود.
در آخرین نزاع مرزی تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 14-17 سپتامبر 63 شهروند قرقیزستان کشته و بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات قرقیز همچنین 661 خانه آسیب دیده، 423 تای آن باید از نو بنیاد کرده شود. مقامات تاجیکستان رسما از کشته شدن 41 تن در نزاع اخیر خبر دادند، اما روی خطی در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شده از 100 نفر هم گذشته است. در مرکز سودای میگاخیمکی ولایت مسکو سوختار شدید به عمل آمد. نجات دهندگان برای پخش سوختار که میدان بزرگ مرکزی سودا در خیمکی را فرا گرفته است تا حال کار برده ایستاده‌اند. به جای حادثه اویات نیز دعوت شده است. به اطلاع وزارت حالتهای فوق‌العاده روسیه سوختار ساعت 18:15 به وقت محلی شام 8 دکتبر آغاز یافت. دیوارها و بام گیپرمارکت آبی در مساحت 17,000 متر مربع آتش گرفتند. بام بینا الکی فرو ریخته است. درباره قربانیان و اینچنین معلومات درباره سبب سرزدن سوختار تا حال رسانه‌ای نشده است. طبق فرضیه مقدماتی پیش از سرزدن سوختار ترکش شدید به وقوع پیوسته است. لحظه ترکش در نوارهای دوربینی نظارتی ثبت شده است. در تمام میدان ستونی بزرگ دود سیاه غفص نمایان است که 10 متر به آسمان میبراید. ساکنان محلی ادعا دارند که از ترکش ها تریزه های منزل ها میلرزیدند. قطی های رنگوبار و ایروزول ها میترکیدند. هنگام سوختار در آسمان چرخبالی وزارت حالتهای اضطراری پرواز میکرد. دادستانی ولایت مسکو نیز به تحقیق حادثه آغاز کرده است.